با قدم‌های سنگین و سخت از میان این همه انسان نما عبور می‌کنم که هر کدام با کوله باری تلمبار شده، مندرس از خاطرات اندوه بار، با رنگ‌های جیغ در هم و بر هم و نگاه خاکستری و تاریک و آه بدآهنگ گوش خراش درگذرند. چرا نمی‌فهمند که مسافرند؟ دلخوشند به سازهای ناگفته زنگ زده، دلخوشند به جنون لحظه‌های فراموشی عقوبت زخم‌های زده و زخم‌های خورده. جالب است، این مردمان چنان تیشه به ریشه هم میزنند که خود بی ریشه میشوند. در میان این انسان نمایان زندگی میکنیم و ما هم وانمود میکنیم که آب از آب تکان نخورد.